برای تشکیل بعضی کارهایمان ما باید پیش از همه. اوه مجید خوش آمدی. تشکر. پدر در جمع آمد اشتراک کردنت را گفته بود. من دیر موندم. بیا گذار، ما هم نوسر کردیم. رفیقان، پسرم مجید ارجیاغلو از این روز پس به حیث منیجر شرکت ارجیاغلو کار خواهد کرد. برایش موفقیت خواهانم. مبارک شود. مبارک شود. تشکر. خوش، هفته گذشته در کجا مانده بودیم؟ همش عیبی من است. کاش تو رو مجبور نمی کردم. کاش یک روی نمی کردم و تو رو با آن شب نشینی نمی فرستاندم. خودت رو گناهگار نکن فخریه. تو از کجا میدونست که در اونجا چی می شود؟ به شمسی فهمونم گفتم اما نتوانستم. چی نتوانستی مگر؟ اگر شمسی به من گوش میکرد. گوش کرده چیکار میکردی اسومن؟ بازمی همه این قدر کارهایش باز آمده تو رو سرزنش میکند. فخریه من رو خیلی خوب میفهمم. رفته همه چیز رو به او میفهمونم. از او عذر میپرسم. او رو از دست دادن نمیخواهم. پرنده‌ای در خانه بوده از پرنده‌ای بیرون بوده فرق میکنه. این گپ چی معنی داره؟ هیچ چیز نه. اینجا آهنگ زندگی با دیگر اسباب نواخته می شود. در خانه ارجیاغلو چی؟ کدام آهنگ رو می نوازند؟ همان آهنگ اما نواخته نشان فرق می کند. امسال شرکت ارجیاغلو با این محصولات‌های بافندگی کار خواهد کرد. در صحیفه‌های اول با محصولات‌های شرکتمان شناس شدید. از این معلوم شد که محصولات‌هایمان دو صفت دارد: صفت‌های روسی و آلمانی. حجمشان موافق و تب دل خریداران است. بله، خیلی خوب است. اما صفت آلمانی خیلی بهتر است. به گروه بهترین ها داخل می شود. خیلی عالی است. از این خوبترش نمی شود. می شود. چرا نمی شده است؟ این لباس زن در صف از همه پسترین ها قرار دارد. در صف پسترین ها؟ بله، در صف پسترین ها. چون که لباس باید در تن هر زن زیبا نماید. این زنها از همه زنهای بهترین می باشند. بهترین. در حیاتم این خیلی زیباگی ساخته و بر دروغ رو وانه خورده بودم. باور کنید. این خیلی زنها با این لباس ها زیبا نمیشنند. همین در اصل ما آنهایی رو باید جلب کنیم که با لباس عادی هم زیبا باید باشه. با آنها کار باید کرد. از این روز پس شرکت مشهوری ارجیاغلو با زنهای عادی کار خواهد کرد، نه اینکه با زنهای در فیلم ها مشهور شده. مخلصی فوتبال با بازی دسته دوست داشتن میروید؟ شما یک چیز پرسیدن ممکن است؟ البته ممکن است، بپرس. من کوچه بنامی فضولی رو میگویم. بعدی گردش کوچه اولی باز چی؟ در اصل به من شمسی لازم است. شما رو میشناسید؟ شمسی؟ با او چیکار داره دختر زیبا؟ گلتین باور کردن میخواستم اما با عقلم راست نمی آید. در کشتی آدمی بیگانه چیکار میکنه؟ باز با آب افتیده است. آی مادر جون به شب نشینی خیششون رفته بود است. زنت همین خیل شب نشینی خیش رو اکنون باشد تمامی محله او رو مسخره میکند. آخر او با مردی بیگانه با آب افتید، با خیشش نیکو. شمسی هیچ از حجرهش نمیبرد. با کدام روی برایت؟ از یک طرف اصلی از طرف دیگر یاسومن؟ ساعت چند شد؟ خاله گلتین کجا شدن؟ دخترم تو یک بار دیگر زنگ زده خاطر رسان کن. آسان نیست بعد از این خیل حدیثه با سر بلند از خانه برآمدن. گویا که زود بیاین، کار بسیار. مایلش مادر جان. خاله گلتین شما رو انتظارم. کجا شده؟ دخترها را هم گرفته بیارن، دلمون پر باشه. مایلش دخترم میویم. همینش نمیرسید. حالا هم همین روزنامه رو میخواد. خاله گلتین راست میگوید. بس کن خوندنت رو. چرا تا حال در فکری همین هستی؟ خزت میرویم. با کجا؟ با خانه زهرا.
بیچاره دخترش رو خانه دور کردن است. ما باشه پروایی نداریم. کاری رفته. اما جان من به هیچ کجا نمیروم. نمیخوام. یوسومان من چیزی گفتم همون رو کن. شرم میداری از خانه برایی. تو چنده که در خانه شینی خودت رو از دست میدی. بیا خیز دختر. فکر میکنی که دروغ گفتن یگان کاری بعد رو انجام دادن است؟ باری دیگر میگم کاری که کردی کوشش کن دیگر تکرار نشود. بیا رفتیم. با فکرم آمدن. مرحمت. سلام، من شمسی رو میجویم. او در خانه است؟ بله در خانه است. بیایید گذارید. با او خبر دید که من اومدم. تو شمسی رو چیکار میکنی دخترم؟ ما هم کورس هستیم. وزلم تو اینجا چیکار میکنی؟ چند روز باز به مکتب ناومدی خواطیر شدم. اگر وقتت باشد کمی صحبت کرده میتوانیم. مایل است میرویم. رفتیم. اما جان زودتر. حالو هم نشده. حالو هم نشده است. آمدم. از انتظاری بیزار شده؟ نفهمیدم. بیایید رفتیم. راه گردید. من رو سر و سیما میکنید خودتون. دخترم کاری کردت روبی. در تمام روزنامه عکسی تو را چاپ نمودند. مادر این چیزها رو در کدام طرف جابجا کنم؟ مادر و پدرتون را چرا گوش نمی کنید؟ چی گم کردید در خانه بیگانه؟ من نمیفهمم. مادر یاسومان به خانه خویشاوندانش رفته است. برای شب نشینی او را دعوت کردم. آفرین به تو. کاری که تو انجام دادی باز به یاسومان نشانده. زهرا چند بار گفتم این خیلی گپ نزنه. من چی گفتم وزیر؟ شمسی برای چی چند روز باز به درس نآمدی؟ خودت میدونی که تو نباشی ما از اودای کار نمیبروی. تو برای گفتن همین گپ اومدی وزلم؟ اگر درست فهمیده باشم برای کاری کرده یاسومان خیلی غمگین هستی. همین خیلی نه؟ به فکر من این دختر چون این شب نشینی ها رو باری اول دیده است. از همین سبب خودش رو اداره نکرده با مجید به او بیخونوک در اومده است. برای همین خیلی دختر شده به درس نمی آیی شمسی؟ دیگر او رو فراموش کن شمسی. فهمیدی؟ ماجد ارجیوغلو کیست؟ یاسومان به گپ‌های مادرم اهمیت ندی. اپای نزاکت راستش رو گویم من یگون کاری بد نکردم.
در اونجا آدمون خیلی زیاد بودند. باری اول است که در شب نشینی چون این آدمان اشتراک میکنم. ناخوش شد که با مجید ارجیاغلو از کشتی به آب افتیدم. اما من از کجا میدونستم که در اونجا روزنامه نگاران میشوند؟ من تنها خواصی در چنین شب نشینی اشتراک کردن را میکردم. همش هیچ گپ نی، آروم شو، همش میگذرد. اما شمسی به من گوش نمیکند. او مرا فهمیدن هم نمیخواهد. در ماشین ازلیم نشسته، هر دو به کجای رفتن. مرا در حال با او عوض کرد. شمسی تو رو به یگان نفر عوض نمیکند یاسمن. به تو خیانت کردنی نیست. تو خودت میدونی که ازلیم رفیق مکتبیش است. ها میدونم. شمسی چند روز باز به مکتب نمی رود. حتی تلفنش رو خاموش کرده است. روزی دراز در اتاقش به مثل دیوانه ها می شیند. احوالش خوب نمی نماید. از یک طرف خواهرش، از طرف دیگر تو. باور کن می ترسد که تو رو از دست می دهد. شمسی من رو دیگر دوست نمی دارد. پای نزاکت من از کاری کردم سخت پشیمانم. از او عذر پرسیدن می خواهم، اما او باشد در حال به خود عشق دیگر پیدا کرد. یاسمن، این فکرهای خام را از سرت دور کن. من به برادر خودم باوری دارم که به عشق اولینش خیانت نمی کند. او تو را از صدق دل دوست می دارد. فقط کمی طاقت کردن لازم است. شمسی تو رو خیلی دوست می دارد. فکر نکن که او دیگر به تو اهمیت نمی دهد. او از مردهایی نیست که به دوست داشتهاش خیانت می کند. کی بودن مجید ارجیاغلو رو دونستن میخواهی؟ ارجیاغلو نام یک شرکتی مشهور است. نشنیده ای؟ مجید ارجیاغلو پسر کریم ارجیاغلو میشود. مجید جوانی زیبا است. میدونی هر یک دختر آرزوی دیدنش رو میکند. او بعد دانشگاه امریکا رو ختم کردنش به استانبول برگشت. مجید خیلی مردی سعادتمند است. تو دربارش در اینترنت نخونده ای؟ گفتم اول از تو شنوم. یگان مرد با مجید ارجیاغلو از جهت زیبایی رقابت کردن نمیتواند. از آن جهت من هم اگر او را میدیدم عاشق میشدم. از همین سبب نخواستم که با او روبرو شوم. برای چی؟ یک بار از امتحان میگذشتی. شاید تو رو هم به خودش جلب میکرد. من پیش از مجید ارجیاغلو یک نفر دیگر رو به قلبم جای دادم. فکر و خیالم همه وقت در او میباشد. من یاسمن نیستم شمسی. نسبتی تو بی‌پروا بودن نمیتوانم. زن به من معقول نشد گلتی. طرز گپ زنیش رو ندیدی؟ شیطان وسوسه کرد که برایش توف کرده تلفن را چک به جایش گذارم، اما نتوانستم. چون که چون این کار را کرده نمیتوانم، چون که دخترم با این کارش ما را متهم کرد گلتی. این فکرها رو از سرت دور کن. کم موند خدا خواهد پگاه توی بین اینقدر چیز تیار کردیم تو باشی. فکر کردم بعد این که آزاد میشوم، اما نمیشوم. این زن حالا دل و جگرم را میخورد. هیچ کار کردن نمیتواند. حاضر کمی بینیش را بالا میکند، ناز میکند، ناز کند کردن گیرد، بعدی توی همهش خوب میشود انشاءالله. وای مهمه که امری اصلیه رو دوست دارد. البته دوست میدارد، به شرطی که جدا زندگی کند. اون زن به زندگیش رو خلال نرساند. آخر اصلی حالا جوان ترتیب زندگی رو حالا نمیدوند، معامله خسر و خوشامند رو نمیدوند. ما در وقتش حتی برای مرد نگاه کرده نمیتوانستیم، اما این دختر رفته خودش رو به بلا گرفتار کرد. از غم و اندوه دل و جگرم آب شد. زهرا به گذشته سلا بود، چاره دیگر نداریم. هم دیگر رو که دوست داشتن همهش خوب می شود. آمدم. روز بخیر. اصلیه امره آمده است. استرم بیا به داخل درو. نه نمیدرویم. شما اینو گیرید.
این چی است پسرم؟ مادرم روان کرد. لباس عروسی اصلیه. خوب هستی اصلیه؟ بله خوبم. لباس عروسی امرو هم آوردم. پگو خونه دار می شوم. چیکار کنم؟ ناموس اویله هم آن رو نجات می دهم. دخترها بیاید می رویم. خیلی دیر شد. مایل شما جون شما بر آمدن گیرید ما حاضر می آییم. بیاید من شما رو گسل کنم. اصلیه پگاه می آید یا نه؟ البته می آییم. با شخصی که دوست نمیداری خانه دار پگاه شدن. کارمون بسیار است یاسومان. جهاز عروسی رو بردن لازم. رخت خواب رو آماده کردن لازم است. نه خود یگان علاج دیگر نباشد. من خانه دار می شوم یاسومان. یگان علاجی دیگر ندارم. یاسومان رفتیم. تلفنش خاموش است. با یگان کاری نوشایم دست نزنم. نیمه شب در کجا می گردد؟ خدایا با من کمک کن. لبای پی نزوکات. من الو وای شمسی به خونه ناآمده است. تلفنش هم خاموش است. در کجا بودنش رو تشکر. اپای نزاکت. شام بخیر. شب بخیر جانم. پدرم نیستند؟ کار داشته است. کمی دیرتر می آید. وقتی که من بر آمدم او حالا هم در شرکت بود. مجبور نشو که به جای پدرت دروغ گویی. به این هم خودش به خانه آمده مرا از دروغ سر میکند. مادر وقتی بر آمدنم چراغ اتاقش فروزان بود. پدرت اونقدر مهنتی نیست پسرم. کوشش کن که به مثل پدرت نشوی. تو در حیات طرزی رفتار کن که دیگران از تو عبرت گیرند. و شما هم خوراک بیارم آقای مجید؟ بله مهربان. یک بار با مادرم تنها خوراک کنم. میدونی چی؟ زودتر با پلین خانه دور شو تا اینکه با او یک جای خوراک خورید پسرم. مادر جان التجا میکنم این فکرها رو درباره خانه دار شوی من و پلین از سرتون دور کنید. پسرم عاشق یک چیز است که یگان نفر با خواست دل خودش او رو در قلبش جایگیر نمی کند. اگر خطا نکنم پلین را خودت برای خود عاشق نمودی، نه این که ما او را به تو پیشنهاد کردیم. ببخشید اگر لازم نباشد گیرم. خسته نباشی. امروز از درس گریختی؟ این چی احوال است؟ با یک عذاب می‌نگری فهمیدم. تمام فکرت با او بود. حالا ایست تا نفهمم برای چی می نوشی اجازت نمیدی هم که نوشی. کنی گپ زن برای چی می نوشی؟ اگر گپ زنی من هم همراهت می نوشم.
یوسمان پلین ممکن است درویم. پلین بس کن گریه کردن رو. چشمانت از گریه بسیار ورم کرد. گردی چشمانت سیاه می شود، بزیب می شوی. اگر خواهی به تو آینه می دهم یک بار نگاه کن. چشمانت کمش 2 روز همین خیل می مونند. مکیاژ میکنم. تو به مکیاژ هم زیبایی. پلین اگر به تو کاری بد کردم عذر میخواهم. نه عیبتون اسکل رو و نه عیبی عثمان. خیانت را مجید کرد. التجا میکنم پلین گریه نکن. چون رفتار میکند که گویا من وجود ندارم برایش. از روزی که از خارج برگشته است کوشش میکنم به اون نزدیک شوم، اما مجید باشد پروایی ندارد. 1 دقیقه از نزدش دور شدم و یوسمان در یک شب همه آرزوهایم را برباد داد. کی میداند اون شب یوسمان با مجید در اون کشتی با چی کار مشغول بودن. من جرأت نمیکردم با مجید به تماشا روم، اما یوسمان با مجید به کشتی سوار شدن به تماشا رفتن. خدا جزایشان را دهد. تمام استانبول با خبر شد. از شرم حتی مجبور شدم تلفنم را خاموش کنم. همه انتظاری فاتحه ما بودن. به خود بیو پلین. نمیتوانم آروم شدن نمیتوانم. گوش کن به تو چی میگویم و باور کن. اون شب در اون کشتی بین یوسمان و مجید یگون چیز نشده است پلین. اون فکرایی که تو میکنی در حقیقت خطااند. تو مجید را نمیشناسی گلرو. تو چی یوسمان را میشناختی؟ این خیلی که باشد برای چی به تلفنش جواب نمیده؟ چرا با من چنین رفتار میکنه؟ گلرو من مجید را از خوردیم دوست میدارم. تو این رو نمیفهمی. من از خوردیم عاشق یوسمان هستم. کی بود از این مجید ارجیوغلو؟ نمیدونم. من هیچ چیز رو نمیفهمم. چوربینی میگویند، شب نشینی میگویند. یوسمان با آنها چی علاقه دارد شمسی؟ چقدر که میخوای از من دور سازیم اما همه این در سر من ثبت است. چرا به تو کردن میتوانیم اگر چند روز شد به خود اومدن نمیتوانم. اکنون زندگی برایم دیگر معنا ندارد. اگر میدیدی که با ماشین کی اومده بود. ماشین کی؟ ماشین همون ارجیوغلو. اگر تمام محلمون پول جمع کنیم و خود ماشین خریدن نمیتوانیم. اگر خانه شما به وقتی رفتنش میدیدی مثل شو دختر بود. اگر مویش رو میدیدی لباسش رو میدیدی اوش سرت میرفت. وقتی که او رو در چنین احوال دیدم بارم میومد که یوسمان است. ولی خط پریدم برشق شدم موندم. یوسمان من رو دید. تو رو دید؟ ولی گویا که ندید است. نه بس دیگر نمی نوشیم. برای امشبش بس. خیز از جویت نرویم. خیز. آقای بحری گوش میکنم؟ پگاه من خودم پرداخت میکنم. مایل سلامت باشه. از او با خبر باش.
شمسی کنی یک سرود خون برای من؟ احوالم خوب نیست. تو باشه سرود خون میگویی. شمسی ها گوش کن، تو منو در حیرت میمونی وقتی که تو در باره عشق و عاشقی گپ میزنی. من هیچ باوری نداشتم. تو چیتر عاشق شدی ها؟ برادر تو چقدر انسانی ها؟ چی شد باز؟ دیلم سوخته ایستاده است. یوسوما با من خیانت کرده است. تو باشی میگویی که در حیرت موندم. در کجا دیده آدمی غم خورده در حیرت مونده رو؟ برادر شوخی کردم. در حال آتش بر این علنگه نگیر. راه کرد برادر. کنی یک سرود خون؟ کدامش رو خونم؟ عاشقی؟ میخونیم. جان من جان من از من میروی هر جا باشی خوش باش یاس من میروی. شمسی گلتن بیا اینجا شین. یاسمان حالا هم با آن دخترهای تقاش وا میخورد؟ نه اکا به خدا وا نمیخورد. به هم پیامک مینویسند. یاسمان را کی و چی خیل به اون شب نشینی دعوت نمود؟ 2 روز پیش وا خوردند در راه. پیلین و گلرو به یاسمان گفتند که ما خیش تباریم، نباید رفت آمد را قطع کنیم. ما چنین خیش و تبار نداریم. از بحر چنین خیش و تبار گذشتم. بیچاره دختر هوس کرده است. هم از کجا میداند که چنین میشود؟ پدر جان، میدونم که شما از من سخت رنجیده اید. در حیاتم باری اول از شما نپرسیده به چنین شب نشینی رفتم. حواسی به اونجا رفتن رو کردم، اما بعد به اونجا رفتنم خیلی سخت پشیمان شدم. از کاری کردم شرم میدارم پدر جان. اگر خواهید مرا زنید اما مرا ببخشید پدر. باور کنید که بغیر از به شما دروغ گفتن و به اونجا رفتن یگان گناهی دیگر نکردم. باور کنید پدر. شما مرا نمی بخشید. به چند کس فهمانیدنی شدم اما نفهمیدم. اما هیچ کس مرا نفهمید پدر. شما رو دوست می‌دارم.
Sen nerede olursan ol, benim kalbimde kal Neriman. Benimle kal. زودتر آماده نمایید، زودتر. ما هم کمکتون میکنیم. تا شب همه تیاری ها را تمام کنم خوب می شود. اگر نزاکت نمی شد بیچاره اصلیه با دست خالی به خانه شوهرش گسیل می کردم. شما می آیید گلتین؟ التماس همراهی ما بیا. ما رو تنها نگذار. نمیخواهم خودم تنها به آنجا روم. باز که گنجانجال نکنم. مایلش البته زودتر آیید گلتین. شمسی نصف شب سرخوش آمد فهمیدی؟ بیچاره پسرم نمیدونه چیکار کند. امروز توی خواهرش هست و او باشد تا حال به خود نآمده است. از طرف دیگر غنی و سومن او را از درون خورده ایستاده است. میترسم که از فکر زیاد خودش را بایی ندهد گلتین. و این نرس شمسی یوسمان رو یک بار گوش کن که به تو چی گفتم میخواهم. من چیزی بود با چشمم دیدم خوب میشد که گوشایم نشنوم. شمسی یوسمان با دعوت دختر تقویش به اونجا رفته است. با اون مرد عموما شناس نیست. با او باشد ناخواست رفتیده است. اپا بس است. یوسمان هم خیلی از کردش پشیمان است. از برای یک خطاگی شده باید دیگری خیر رفتار نکنی. روز میگویی من هم از این کارها پشیمان شدم. چی کاری که نکنی یوسمان رو از فکرت دور کرده نمیتوانی چون که او رو دوست میداری. مایلش یک بار دروغ گفته با اون شب نشینی رفته است اما او این خیر شدنش رو نمیخواست. با اون مرد هم یکون علاقه ندارد. اگر یکون چیز بینشون باشد البته روی آب میبراید. اما فکر میکنم که یوسمان از اون طایفه دخترانی نیست که به چنین کارها دست زند. اصلیه کنی این رو پوشیده بین اگر کلام باشد به حجمت درست کنم. خودتان را زحمت ندهید برای من می شود. این لباس را دختر یک بار می پوشد. برای همین با خواستی دلت پوش. من خواستی دل هم ندارم مادر جان. از مجبوری چی کار کنم؟ دختری چی باید؟ شاید تو درباره مادرت فکر کنی که تو را نمیفهمد جاهل است. حقیقی دختر اما کاری به عقل نکرده ات را هیچ نمیفهمم. تو حالا خیلی جوانی دیده و دانسته حیاتت را سوزاندی. بگذار همه گویم من زنی بیرحمم که تو را چنین بر وقت به شوهر میدهم اما دیگر علاج ندارم مگر من چنین کار را میخواستم. اما همش خودت گناهکاری دخترم.
این که منو برادرم همین قدر خونده همین کار رو یاد گرفتی. اینش میشه بود. هلین یک دقیقه. با تو گپ زدن میخواهم مجید. در بالای میز بود گرفته؟ گرفتیم خالای زهرا. با دقت باشید که نشکند چینیواری است. خواطر نشود خالای زهرا. زود باش دخترم. نزاکت در کجاست؟ دیر مونده ایستاده. حاضر اصلی گرفته می آید. ایستو با دقت باش. انا تمام. اصلیه اگر بوهی رفتم اپا دل میمونیم. کجا شده دخترها؟ آمده ایستاده مادر جان. قهوه میخواهی پیلین؟ من تنها برای صحبت کردن آمدم مجید. چند روز باز با زنگهایم جواب نمیدهی. پیلین میدونی که در شرکت کرونا واقع بودم. از سبب بعدی کار خسته شدنم جواب دادن نتوانستم. یاسمان و تو آن شب در کشتی با چیکار مشغول بوده مجید؟ دستو تق کن دخترم که دستانم دیگر گپ رو نمیگیرم. خانم کدر جهازی دخترم رو آوردیم. مرحمت. اول به ما خانه عروس رو نشان دهید. اینو رو گذاریم. امره مهمانانت آمدند. خوش آمدید. خوش باشی پسرم. با کار رفتنی بودی؟ با کار رفتنی بودم. براری کار. تشکر زیاد. مایلش راو پسرم. ها گوتن خوب هستی همسایه جان؟ چه حال داری؟ درباره یاسمینی شما هم از روزنامه ها خبرها شنیدم. این روزا دختران را هیچ فهمیده نمی شود. فکر آیندهشان را نکرده خودشان را با بالای هر مرد حواله می دهند. کدر میدانی چی؟ شما اتاق عروس را نشان میدهید که این چیزها را گذاریم.
ما اتاق رو اتاق امری میگویم. خیر هیچ گپ نی، مرحمت گذارید. اما اینقدر آدم در آنجا چه میگنجد نمیدانم، چون که اتاق بسیار خرد است. من دیگر طاقت شنیدن گپ‌های این زنی ابله رو نداشتم. را بعد از گلگلتین صبر کردنم و گفتم رو نگاه پسرم خدای توبه. کدر چی گفتی؟ کتی نو در کجاست؟ شب در بالایش خواب بودی. چه خیلی بود؟ براحت نبود مگر؟ به جایی که فکری پسرت را کنی فکر خودت را میکنی. به جای فکری پسرت را کنی فکری خودت را میکنی. و فرقش چی؟ کتگرانه خودمون رو با اتاق امری گذاشتم و کتی نو رو با اتاق خودمون. هیچ گپ نی. همین قدر سال من در بالای کتی خوابیدم. اما خواب کنه وقتی که من خانه دار شده بودم در بالای سنگ هم خواب میکردم. یا توبه این چی نمود اتاق است؟ دختر ها چی سودایید؟ بیاید کنی دختر ها کار رو سر میکنیم. کنی بیاید. چرا با من گپ نمیزنی مجید؟ با تو اون شب یگون هدیه دادنی نبودم پیلین. چه نبودی مجید؟ مرا در نزد همه شرمنده کردی. تلفنم رو خاموش کردم چون که همه دوگانه ها و دوستانم به من زنگ زدن میپرسن و درباره تو یاسمن همه چیز رو دانستن میخواهند. مجید چی رو درباره ما دانستن میخواهند؟ چرا؟ چی کار دارم با کارهای من و یاسمن؟ کاری آنها چی که من چی کار میکنم؟ با کجا میروم؟ چیزی که شد گذاشت. در روزنامه عکس من و یاسمن رو چاپ نمودند. نه از تو رو پیلین. چه خیلی من تو رو شرمنده کردم. اگر شرمنده شده باشیم من و یاسمن شرمنده شدیم، نه اینکه تو. اگر من و یاسمن شرمنده شده باشیم با تو چی دخل دارد؟ گپ زن پیلین. یعنی که از این پس تو یاسمن رو انتخاب کرده مجید؟ زودتر گپ زن، من همش رو دانستم. بین من و یاسمن تا حالا یگون گپ نشده است. معلوم. پیلین از برای سبب مقصد گپ چی هست هیچ نمیفهمم. با یاسمن هم خوابه شدی مجید؟ بس کن این گپایت را پیلین، بس کن. کنی گپ زن. من از او چی کم بودی دارم مجید؟ اینجا بیا، اینجا بیا، بیا. مجید من پیلین با من گوش کن، چون که این حادثه رو دیگر هیچ جا نمیفهمونم. آن شب با یاسمن در حیاتم شبی بدترین را گذرانیدم. خدا میگویم که در خوابم هم دیگر این شب را نبینم. تو برای من خیلی عزیزی پیلین. وقتی که تو گریه میکنی من خودم رو ناراحت حس میکنم. التجا میکنم دیگر این کارت رو تکرار نکن. مالش بیا تو رو به آغوش گیرم. رفتاری کدر را دیدی؟ کاشکی نمیدیدم. زنی بی تربیه. شیطان گفت که خانهش رو به سرش چپه کن. اما با او هیچ چیز گفته نتوانستیم. گناهگار باز ما میشدیم. باز ما. دخترم در آن خانه چطور زندگی میکرده باشد؟ چه خیلی عمر به سر میبرده باشد. دل و جیگرم میسوزد. زهرا تو بسیار زیغ نشو. اول با یک دیگر خوب نباشند هم بعد مراسم میکنند. انشالله. بیار دخترم بیار. تشکر. دخترها در را کشوید. من میکشویم.
یاسومان چرا اینقدر تغییر یافته ای؟ این رو تو از من میپرسی؟ از روزی اول با ازلیم دوست شدی. چی؟ شما دخترها چی طیفه انسان هستید؟ ما رو گناهکار کردن نمیتوانی یاسومان. میدونی هر کس با گناههای خودش جواب گوید. تو خطاگی کلام کردی یاسومان. با من دروغ گفتی. سرده مرا. کاش که سر میدادم. برای دل و جگرم میسوزد. نمیخوام تو رو از دست دهم یاسومان. تو با آسونی از من خلاص نمیشوی یاسومان، چون که از این غم و غصه تنها تو من رو نجات داده میتوانی. تنها تو. من دیگر هیچگاه تو رو تنها نمیگذارم. تو رو با کسی نمیدهم. تو رو دوست میدارم. شمسی مرا ببخش. من تو رو به حد دوست میدارم یاسومان. این کارت رو دیگر تکرار نکن. من رو دیوانه نکن یاسومان. من تو را تا آخر عمرم دوست خواهم داشت. تنها تو رو یاسومان. ساعت چند شد؟ ما باید لباس هایمون رو عوض کنیم آخر. دخترها حالا هم تمام نکرده؟ تمام کردیم. وای چه زیبا شده ای اصلیه دخترم. تو چشم نرسیدم. تشکر خالای گلتن. دخترم اصلی خیلی زیبا شده ای. گلاد رو فراموش نکنی. خواهر من خودش به مانند گل است. من این خیلی شدنش رو نمیخواستم اکا جان. من نیز همچنین. ببخش. سلام، برای بردن اصلی آمدم. حاضر می‌آید. جان بس کنید. باز دختری بیچاره رو میگیری یا میداخت. تو رو نمیبوسم دوباره. انشالله همیشه یک جا میمونیم. خیلی زیبا شدی. اگر بسیار خواهی میتوانستی. یاسومان
یاسمن زود باش در میکنیم آخی. به اون هم در موندیم گلتین. اکا زهرو التماس کرد که آقای فیض بر وقت روید در برمون باشد چون که بیچاره اصلی پدر ندارد. کار شما در دوام میکند؟ ما حالا فخریه رو میگیریم. اگر شما سر و سیمه باشید میتوانید روید. اما جان چرا این کار نمیکند؟ کار میکند دخترم. این سیمش رو کمک کچ کن کار میکند. من میروم. شما کارهایتون را یک طرف گذاشته زود بیاید. یاسمن تو دستپانه مادرت را به دستت کن. اقلا خاطر مادرت با ما باشد. مایلش پدر شما رو دوست میدارم. خدا را شکر. نباید گم شده باشد. یاسمن دخترم موهایت رو یک طرف ما سر و لباست رو پوشدر میکنیم آخی. چی شد؟ چی میکنی؟ اما دستپانه مادرم نیست نمیابم. چی؟ یاسمن همون شب نفتم. نمیدونم شاید در خانه فخری افتاده باشد. انشالله همش خوب بودم و همینش نمیرسی باز. اما من حاضر به خانه فخریه میروم. شما باشد به من به هیچ کجا نروید. فهمیدید؟ بلش دخترم فقط زودتر رفته بیا. دیر نموندیم. شمسی زود باش. ما دیر کنیم خلق چی میگوید؟ تو چی نمود خود را آرا دادی؟ من هیچ از عهده شما نبر آمدم. خیلی زیبیده است. چرا بچه من رفتیم؟ تشکر به شما. من رفته یاسمن رو میارم. مایلش. پسرم تاکسی حالا هم نامده است. من رفته بینم. شمسی جهان هم می آید. نمیدونم گفت می آیم ولی نیست. زود باش پسرم زود باش. نیست جونم نیست. فخریه یک باری دیگر بین. شاید هنگام لباسم رو عوض کردن افتاده باشم. با فکرم انیق در کشتی ارجاغلو افتانده ای. نه این تفریدنش ممکن نه. یا اینکه در آب افتانده ای. اوه فخریه تشکر زیاد. برای دلبرداریت تشکر زیاد. خالای گلتین زنگ میزند. من مردم. توبه گوش میکنم خالای گلتین. چیکار کرده دخترم؟ حالا هم نیفتید؟ نمیدونم. اما نیفتم. چی؟ آفرین یاسمن. درم کارهایی کردت رو بین. اکنون من چی کار میکنم؟ با پدرم چی میگویم؟ از مادرم یک خاطره مونده بود. اما به فکرم من آن رو در شب نشینی افتاندم. اوف یاسمن یاسمن بیا حاضر میرویم. اگر اماکی فیض پرسد گویی که دستمانه را کفتیم. برای همین دیر موندیم. بعد پگاه که روز شد چاره‌اش را میبینیم. فخریه عذابی اون شب کی تمامی شده باشد. جانکی من بیا رفتیم. این از کجا پیدا شد؟ زودتر فخریه. حاضر صبر کن. با خود بازی نکرده ایستادم کن.
بیا من شدم. یاسمان یاسمان از دو طرف آتش من در میان مرا وهم فرا گرفته است. کدامی از این دو نفر مرا از زیر باران سیل زندگی نجات می‌داده باشد؟ نمیدانم که از خنکی می‌لرزم یا اینکه از ترس. زخم کدامی از اینها برایم جانسوزتر است؟ زخم سخن یا زخم کار؟